سلام. مارمالاد زردآلو دوست دارین؟ این بار براتون یه مارمالاد خوشمزه آوردم. برو بریم. اول از همه زردآلو رو میشوریم، هستاشو جدا میکنیم. در اینجا 500 گرم زردآلو، بین 300 تا 500 گرم شکر میریزیم و هم میزنیم. من در اینجا 350 گرم شکر اضافه کردم چون زردآلوام شیرین بودن. چند با قاشق زیر رو میکنیم، یه 2-3 ساعتی بهش استراحت میدیم داخل یخچال. بعد داخل غذاساز میریزیم تا داخل میکسرمون میکس بشن تا به این صورت به شکل پوره در بیان. وقتی یک دست شدن به داخل قابلمه میریزیم. زردآلو رو میذاریم داخل قابلمه رو حرارت متوسط رو به بالا 20 تا 25 دقیقه قل بخوره. برای اینکه نپاشه رو سر و صورتمون با لیستکم همش میزنیم. به این صورت مراقب باشین که نسوزین. قابلمه‌مون ترجیحاً استیل یا لعابی باشه. اگه از روی استفاده کنین مارمالادتون رنگش تیره میشه. در مارمالادم نمیذاریم برای اینکه از پرشای مارمالاد جلوگیری کنیم. هی همش میزنم. این 20 دقیقه رو مدام بالا سرش باشین تا مارمالاد خوب داشته باشین. کفاشو به آرومی با قاشق یا کفگیر میگیریم تا رنگ مارمالادمون روشن بشه. ببینید قلاش اگر کوتاه بود نیاز نیست که همش هم بزنید. الان کفای ایجاد شده رو سطح مارمالادم باید بگیریم تا مارمالادمون شفاف بشه. یه نکته خیلی مهم، اگه مارمالادتون بخواید چند برابرش کنید همزمان بیشتری نیاز داره، هم کفگیریش زیادتره. از مارمالادمون هنوز ژلاتین نریختیم. ببینید چقدر غلیظه. اینم کفیه که گرفتیم. کفش رو حتما بگیریم. خیلی زیاد کف نمیده ولی مدام هم بزنید که تا هم نگیره. بعد از اینکه کف رو گرفتیم و دیدید کفش کمه. فعلا حرارت رو خاموش میکنم. 1-2 قاشق از مارمالاد برمیدارم داخل پیاله میریزم. خب 1 قاشق چایخوری یا من 1/2 قاشق چایخوری کم بیشتر ژلاتین و کم با هم مخلوط میکنم و بمباری میکنم. روی بخار کتری گذاشتم که بمباری شه تا شفاف و یک دست بشه. دوباره حرارت رو روشن کردم و این ژلاتین بمباری شده رو به همراه مارمالاد به داخل قابلمه اضافه میکنم. حالا خوب همش میزنم. ببینید این تیکه از پودر ژلاتین خوب حل نشده. خوب هم میزنیم تا به همه جای مارمالادمون پودر ژلاتین برسه. خب قبل از اینکه خاموش کنیم 1/8 قاشق چایخوری جوهر لیمو هم اضافه میکنیم. همش میزنیم. تا خوب با هم دیگه مخلوط بشن. جوهر لیمو باعث براق شدن مارمالادمون میشه. حرارت رو خاموش میکنیم. خب مارمالادمون آماده شده. ببینید خوش رنگ خوشمزه هستش. حرارت رو خاموش کردم. میذارم داخل قابلمه 1 روز بمونه. درش هم اصلا نمیذارم فعلا تا خنک بشه و تا فردا بعد از خنک شدن درش رو قرار میدم. حالا خاکی چیزی روش نشینه و بعد داخلش ظرف شیشه‌ای میریزیم و درش رو محکم میبندیم. داخل یخچال نگهداری میکنیم. به اینم مارمالاد زردآلو، یه صبحانه مقوی و عالی. یه لایه از کره نرم یا خامه هر چی که شما خودتون دوست دارین رو سطح نون تستمون میمالیم و
بعد از مارمالاد خوشمزه‌مون که خیلی مقوی و خو میسازه با کار روی سطح نونمون یه لایه میمالیم. حالا میل میکنیم. خیلی عالی، جاتون خالی.